داداش تا حالا شده یک سری ترکیبای عجیب غریب رو تست بکنی؟ چند نفر یه بار ترکیب کردم. جدی؟ الان این سری ترکیبا برات میارم پشمات بریزه. آخ جون. ترکیب اولمون ببین، اولین ترکیب آب بچه است. آب بچه چه میشه؟ آب بچه است دیگه داداش. آب بچه برای کودکان و شیرخواران. خودو قسمت اولش من واقعا بچه نداری؟ نه داداش دیگه. و با تورت این تورت رو میذاری اینجا، خب بازش میکنی اینو اینجوری. چه دلیلی داره من این کارو بکنم؟ خیلی خفن میشه. بچه‌ها گفتن اول آب بچه رو بخوریم مزه چی میده؟ یه بار بخورم این چه مزه‌ایه قبل از اینکه تورت رو بهت بدم. چیا توشه؟ کلسیم، نیترات، بخور دیگه. بخور داداش. حاله مزه چی میده؟ بچه ویدیو نبود تمومش کرد. چرا اینجوری میخوری؟ چرا تو ته میکنی تو دهنت؟ نگاه کن یه دقیقه نیمرو خور. مزه خوبی میده خدایی. بچه قبل از اینکه بخوری چند میگه؟ نظر چیه؟ سوال فقط. تو خودت قبل اینکه بخوری چند میگی؟ من قبل اینکه بخوری حالا شده بدی پول نگیری؟ نه. بگیر اینو میگیری؟ یعنی چی؟ چرا بگی همه دسته. حرفای این بگی ویدیو دسته. موجیه؟ لورا صحبت. بخور دیگه داشت. اینو بذار دهنم بعد اینو بخورم؟ آره دیگه. اینو بخور، اینو بگی دستت. آقا نمیشه. بابا دیگه بیا اینو بگی دستت بخور. بابا خفه شو خودم باشه. استرس دارم ببینم ترکیبم چجوریه. آب بیسکویت دیگه ترکیب. نه آب خاصه. فکر کردی خیلی آب خاصیه. جدی چه مزه. مادر شطور میده. خیلی خوشمزه باشه. بذار من تست کنم از این بچه‌ها. این آب بچه سوروشه. قربونه دوست دختر. امتیازی که میدی چنده از 1 تا 10؟ خیلی کیجی. نه خب عدد بگو بهم. افتضاح. صفر. نه دیگه صفر یک. نه 1. و علی جان شما ترکیبتو بیار برای ما. آره. خب بیا. این توضیح بده در مورد ترکیب چی شد که اصلا اینو انتخاب کردی؟ اینو ما گرفتیم که وقتی مردی استفاده کنیم از دوست دخترت. دروغ میگه، خیلی خوشمزه باید باشه. میدونی این ترکیب یکی از ترکیبای برنده است. برنده باش. آره. نه اینجوری بازه بلد نیستی یا ساق طلایی باز نیستی. اصلا ساق طلایی تو زندگی ماجی نخوردم. مگه میشه یه آدم ساق طلایی خیلی نخوره؟ کم. منم خدایی خیلی کم. من بعد پوسته. منم نتونستم. چرا این با نمیشه؟ ولش کن. قسمت نیست. نه قسمت هست. باز میشه. سردشو داره میذاره میخواد بگاهی. بابا نکنین دیگه. چرا تو ویدیوات همش تا حالا اینجوری باز کردی؟ من خیلی اینجوری باز کردم. تعجب خدا بود علی بسه. بفهم تست کن. البته علی جان با علی جان نظرتو بگو. تاریخشو کاش که میدیدی. سیتی که منم ماست دیدم است نمیکنم که واسه من. نه داره حداقل 3 ماه سالم. قیافش اینطوری. بفرم. خب چرا همش باید اول من تست؟ شما هیچ کدوم تست؟ خب ما برای آوردیم برای تو تست کنیم. تو خوردی بعدش تست می‌کنی؟ بعدش تست می‌کنیم. ببین با تو فردا یه میریم. ویدیو با هم میگیرم یه چیزایی میندازم. با با هم هم میریم. من با ببین هم یه میریم. ساق اصلا طلایی 3 نفرمون با هم میریم. یه- چرا 3 نفرمون با هم میریم؟ یه ساق طلایی و 3 تاش می‌کنیم. با هم می‌خوریم داداش. این واسه علی بسه. نه اون برای تو. من نمیتونم. خب اول تو بخور. اول با هم میریم بالا. با هم میریم. بیا نه اونجوری نه. درست بزن. ده که آره خب علی جان تو من میخوام هممون با هم می‌خوریم. گو نخور. بخور با هم می‌خوریم. نمیخورم. هم با هم نمیتونم. باید با هم بخوریم. می‌خوریم. کثافت دستش. با دست دیگه. با بیا ببین پاک نیست. پاک نیست. بیا یکی دیگه. داداش ساکت. بیا. بیا یکی دیگه بهت میده. به خود ترکیب خیلی خفنیه. جدی میگم. آقا ستایی بخوریم. با 1 2 3 میدونم تو 1 2 3 بخور تا این نره خیلی خوشمزه بود. حالا عالی بود. واقعا دام بکن تو کیمون. بخور. وجلاش بخور خیلی نام.
بخور خدای بخور ماستش کمه. مسعود عالی بود. خدای خوب بود خیلی خوب. نه به جدی بد جدی نیست خیلی خوب بود. خراب کردی همه چیز و خودت چی میخوری مگه از این بدت میاد ترکیب داری؟ نه بیا نرو بابا اونجوری نبود بشین بیا آب من هست چرا خوردی؟ من توف کردم. آجی میره پایین سس تند بخورم با لبن. ببین همه میاد بچه‌ها وایسید اینو بگم من همه میاد نمی‌خورم. اینو به عنوان مجازات امتحان میکنن ما اینو به عنوان غذا خیلی خوب بعد میگن چرا پسر امتحان میکنیم خیلی خفن میشه من تست کردم 3 بار تو روز میخورم ازش کاش 3 بار بیای تو روز. خب بریم برای این ترکیب تو سس تند با لواشک خیلی تند؟ سس تند با لواشک من نمیخورم. نه خیلی خفن میشه بیای سنگ کاغذ قیچی کنیم. باش سنگ کاغذ قیچی. تو باید بخوری ولی من نمیخورم. نه تو که اصلا سنگ- جزئی از ویدیو هستی گوه خوردی نمیخوام آقا. بیا سنگ کاغذ قیچی کنیم. هر کی باختش میخوره. 3 تا بریم. سریع 1 2 3 سنگ کاغذ قیچی. یه دونه من. سنگ کاغذ قیچی. 1 سنگ کاغذ قیچی. 2 سنگ کاغذ قیچی. کی تو در؟ همین کامنت هم بستن. 4 تا بود یه بار دیگه. نه 3 تا یکی بود دیگه. 3 تا یکی بود دیگه بریم. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. کیرم زد. یه گلیا پوش بازی کنیم. باشه اوکی میخورم بابا این کارا چیه؟ کم میریختی حداقل. خدا وکیلی من دیدم چقدر ریختی. نه خیلی کم ریختم آجی همش ریخت اصلا ببین یه گاز کوچیک بیشتر نه چون بخورش واقعا معده‌م به هم خدا می‌ریزه. باشه یه گاز جدی میگم. نه اونجوری اون یه گاز دیگه است. درست بخورش دندون نزن دندون خیلی کامل دندون نزن چون که ویدیو گاز. بخور دادش تو بخور اول. من چرا خب باختی چرا بازی کردی چه باختی. ربطی داره ویدیو توه؟ خب باشه دیو منم بخوره. میخورم تو اول بخور تا. نه اول تو بخور دهنت خوب شده نه؟ خیلی خفنه آجی با آجار میچست. کثافت بگی بابا. بده من خیلی خوب. بده من اون اسکول دستون قاضی بده دستون قاضی. اینجا میبینیم که سویل نمیخوره حالا بعدن چیزای دیگه میریم دهنش خوابم میاد. تازه الان یه چیزی میخوام بهت بگم کامل بخوابی تخت چون فردا هم میدونم کلی کار داری امشب بگیری بخوابی لذتشو ببری داداش این ترکیب علیرضا دوغ پای ثابت همه ویدیوست دروغ با چیز؟ این خدای خوشمزه. این خدای خوشمزه میشه میزنه تو میخوره جدی خوب میشه به خدا جدی بهت میگم داداش من دوغ و پفک خوردم تو اون ویدیو بنازم. بخور اکو نه. با هم میخوریم. نه، همه با من- هم میخوریم. نه، اول یا تو. همه با هم میخوریم. تو این سر ما کلا آقا می‌ذاری. ریخوسی نماد. عشقا. یه جا خوشمزه بود. خوبم بخور خدایی جالبی داره چاقالی بود میگفت بچه بودم میخوردم. خدایی باحاله دهنتو می‌گاییدم. به به عالیه. به این چند میدی من به همه تو فیری میدم. نه جدی از یک تا ده چند میدی بهش خیلی تو خوندی. اونم سه یک میدم دادی بریم. به این 3 میدی اوکی اوه ترکیب بعدی که برای دوردن ترکیب داداش دوی داری برد ببخشید معذرت میخوام اون سری چیپس سرکه‌ای بود گفتیم سرکه‌ای با این مزهش خوب نمیشه سرکه شیری مزهش خوب باحاله نمیشه بابا بخور اسکول اینو تو پاکستان میخورم. اکن تو تباهی معلق بی فردا من نشستم پشتم دیگه بالاخره تو هم دست چونی نمیمونی دیگه. ما کن من- گور نه، نخور بابا. گور نخور بخور. ببینم. اول تو بذار تو دهنت. با هم. بذار تو دهنت ببینم. باید ببینم. بذار دهنت. بذار تو دهنت. با هم. بذار. بخورم تو بخور.
کلشو نه بخوری چه خوشمزه تو بخور بخور. اسکول تو چیپس سرکه‌ای زدی تو دو خوردی اصلا این حرکت آفرین بخورش تا ته. خب شما بخور. نه دیگه من حواسم هست تا حلقت پایین نفت خورد. این خوشمزه بخوری خدا خوب بود. کم میدی بهش دیگه جدی به از 1 تا 10. این باحاله 8 میدونی مزه چی میده؟ نه اون مزه رو نمیده. مزه همین مزه بخشید داداشم صفا باشه میگم زبونت یه مدت جوش زده بود این داداش من همیشه ترکیب بد برات آوردم اینجوری که خودت ناراضی همیشه ازش ناراضی خوب نمیخوردی از ترکیبا داری جمعش یه کردم جوری خوب بدم بخوری حالا من گفتم ترکیب خوب برات بیارم همون مربع قبلی این باحاله باله این خیلی اینجوری آقا جدی چیپس و خوشمزه ماست داریم است. نشینی؟ بشینیم بریم اجی جدی؟ بشی بخور چی؟ جدی خوبه؟ یعنی اول شدی؟ بهترین ترکیب شد؟ آره بهتون نمیدونم اصلا خدایی بدید برای بخورم آجی دلم خواست بخور اونو بعدا حالا خیلی خوب شد بیا بشین یا نمره بدیم بریم خوردی خوشت اومد؟ کیک و مربا رو خوردم خوشم اومد گول نمیخوری دیگه من گول نمیخورم ولی تو گول از 1 تا 10 بشم میدی از 1 تا 10 من بهش امتیاز 10 میدم خدایی بهترین بود یعنی واقعا بین خیلی ترکیبا باحال. همه بهتر همه بچه‌ها من بهتون پیشنهاد میکنم پس مربای هویج بگیرید از بیرون هر جا بکنی تو کونه علی نه نکنید تو خونه منه. حیفه. بعد آقا مرسی از اینکه ویدیو رو دیدید و ازتون خواهش میکنم که لایک و ساب چنل یادتون نره زنگوله امشب راستش بشینیم دیگه گفتیم یه ویدیو هم بگیریم دیگه چند تا خوراک آره خلاصه بچه‌ها لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره فدات باشم عشق دلی خدا